خامکدوزی و گلدوزی از هنرهای اصیل افغانستان است که در شهر میمنه از رونق خوب برخوردار بوده و برای شماری از شهروندان زمینه کار و درآمد را فراهم کرده است. میرویس حیدری مسئول یکی از کارگاه‌های خامکدوزی میگوید در این کارگاه انواع خامکدوزی، گلدوزی، هدرمدوزی، پرده‌دوزی، دوخت یخن، دوشک و بالشت انجام می شود و قیمت محصولات با توجه به نوع دوخت و سفارش مشتریان متفاوت است. بیرگا بزلا دستوزنی ایشی بلاده که ادرم بلاده و گل ماشین گلدوزی بلاده روی جایی تکلاده یخن تکلاده و اسکرت و شنرسله کالای زنانه و مردانه شنرسله تکلاده بیرگا شناخت که معلوم بنرسله اکثریت تویلگه استفاده بلاده و تویلانه مراسمه بلانه قیمتلار فرق کلاده نظر به وشه تکه و نظر به دوخته که قیمتلار بر روز سیت روی جایی بز وشه وسایل لاره منن 8 میلیون بلاده 1 میلیون بلاده و 2 میلیون بلاده قیمتلار فرق کلاده بلاده. نورالحق شاگرد این کارگاه میگوید از طریق این حرفه مخارج روزانه خود را تأمین میکند و همراه با دیگر همکارانش تلاش دارند سفارش‌های مردم را در زمان مناسب آماده سازند. بیشتر بلا میشورگه işleyme. Özüm sartaq tikolama, bu şabıq tikolama, anaşar sala tikolama, yaxan tikolama. Qiymatları farqlı. Distözlər bor, qiymatları balandroq, mashinalar bor, qiymatları pastroq, kamroq. Pardan tikasini keltiradilar, bizda tikib beramiz, mutarakkoy roddor pardalar. Ko'p vaqt olmaydi. Metraga 70 va 60 va tikib beramiz. در همین حال شفیق الله که مصروف این حرفه است میگوید هر مشتری سفارش و سلیقه خاص خود را دارد و آنان تلاش میکنند انواع سفارش ها را با کیفیت مطلوب آماده کنند. مثل شیشلمون دوخت، سرتخت و توشک و یخن و پردهشون ارسلمون مصروف بزبزله شرگه من کبراق تیکه من شرگه سفارش هم حال لده کبراق تیکه منم شرگه من گرگن کبراق بزله توشک بالش تیکه بز یه هستا کرپچه شله سجابلی به سجابشون ارسل تیکه لده کبراق فعالیت بز شله گرده یعنی دیگه ایشله که بار دولان سر شاگرد لقلا فعالیت دولانی کده من دو دیگه که بدو بلاد تیکه که تراده کوپسن وزن گلو بلاد و زیگه قالون تیکه بلاد گلو بلاد اونجا بزله فقط گردگه سجاب قاعد اون دو پایپ کلا بخمر ولا قلب گردگه قایلاده گل قایل میده ساره تیکه که ساره ساده کلا دولاگه رقم گل قایلاده فرزن قلب قایلاده شاپرک قایلاده هر قسم گل قایلاده ساره اولاگه قایلاده خامکدوزی و گلدوزی همچنان یکی از هنرهای پر رونق در شهر میمنه به شمار می رود و هنرمندان این بخش با مهارت و تجربه خود نقش مهم در حفظ این هنر سنتی و تأمین نیاز مشتریان دارند.